امروز بحرانی پیش آمده است. دوباره باید از صاحبان این خانه ویرانه بپرسیم مردم، صاحب خانه ها، خانه را چگونه اداره کنیم؟ رفراندوم چیزی جز این، معنای جز این ندارد. این حق شرعی، اخلاقی و قانونی ما که اظهار نظر کنیم چگونه جامعه ما را اداره کنیم. در دنباله اون سخن گفته می شود امر کردن، حکومت کردن جز به رضایت مردم جایز نیست. این سخنی فقیهانه است. این که گفته می شود ما برای برون رفت از این مسئله چاره‌ای نداریم جز این که فقه و شریعت را به کنار بیاندازیم. سخنی به غایت نادرست است. مثل این که ما بگوییم فقه برای برون رفت از این مسائل عرفان را کنار بنهیم. چرا؟ چون عارفی سوء استفاده کرده است. میباید جامعه شناسی را کنار بگذاریم. چرا؟ چون یک جامعه شناس غلط استنباط کرده است. ما هم فقه سیاه داریم، هم فقه سخت داریم، هم فقه استبدادی داریم، هم فقه دموکراتیک داریم. این سخن که بگوییم فقه را باید به کناری نهاد، مثل که بگوییم حقوق را باید به کناری نهاد. فقه حقوق دینی است. بگویید فقه دموکراتیک باید داشته باشیم، بگویید فقه دیکتاتوری را به زباله‌دان بیاندازیم، اما نگویید فقه عامل همه مشکلات است. آن فقیه سیاه است که عامل مشکلات است. این همه فقهای سبز داریم، فقیه سیاه هم داریم. یا اگر گفته می شود که هر دو دسته به روایاتی استناد می کنند، چون اختلافی است باید دین و روایت و شریعت را به کناری نهاد. کدام رشته علمی را سراغ دارید که همه عالمانش یک صدا سخن بگویند؟ آیا همه عرفا یکگونه میفهمند؟ آیا مکتب خراسان با مکتب اندلس یکگونه است؟ آیا در روانشناسی همه علما اجماع دارند درباره همه مسائل؟ اختلاف روانشناسان باعث فرد روانشناسی نمی شود. اختلاف فقیهان هم باعث فرد فقه نمی شود. شنونده باید داخل باشد، بین این تلقی‌های مختلف آن تلقی را بپذیرد که معقول‌تر است. نه اینکه به بهانه اختلاف بگوییم فقه به کناری می‌نهیم تا ایران آزاد شود. این راه انحرافی نشان دادن و عادت غلط دادن است. یکی از فقهای بزرگ لبنان کتابی نوشته است به نام ولایت الامه علی نفسها، یعنی ولایت مردم بر خودشان، عبارت مخرج دموکراسی به زبان عربی. و آن چیزی که ما می‌خواهیم این است، ما می‌خواهیم خودمان سرنوشت خودمان را تعیین کنیم. قبل از انقلاب یک نفر آن بالا می‌نشست، برای 20 میلیون آن روز تصمیم می‌گرفت. گفتیم این مناسبات باید عوض شود. او به دین اعتنایی نداشت. امروز یک نفر آن بالا می‌نشیند برای 70 میلیون تصمیم می‌گیرد. او هم به نام دین تویی می‌کند. هیچ تفاوتی نمی‌کند. ایرانی باید تصمیم بگیرد و برای این گونه مسائل مهمی باید از آحاد ایرانیان بپرسد، یعنی انتخابات، یعنی رفراندوم. اگر پرسیدن راه درستی است، نپرسیدن حداکثر سلطنت سکولار و لایک رها شده، سلطنت اسلامی به جایش نشسته. ما آن چیزی که می‌خواستیم نه که سلطنت بود، نام این سلطنت آن سلطنت ملاک است. بنابراین در تلقی طرح مشروعیت و مقبولیت تفاوتی ندارند. هر دو یک مطلب را بیان می‌کنند. آن چیزی که ما نیاز داریم این است که هیچ مقامی مادام العمر نیست. در تلقی سبز از اسلام هیچ مقام مادام العمر سیاسی سراغ ندارد. هر چیزی که بماند مثل آب میماند که اگر راکد بماند می‌جنگد، مرداب میشود. برای اینکه آب همیشه تازه باشد هر چند سال، 4 سال، 7 سال، 10 سال میباید عوض شود. در سال 68 در مجلس بررسی قانون اساسی، تجدید نظر در قانون اساسی، این مسئله مطرح شد که مطرح کنندش هم شخص هاشمی رفسنجانی بود. مطرح کرد که ولایت فقیه باید مدتش 10 سال باشد و در قانون هم نوشته شود که مقابل مجلس خبرگان مسئول است و رأی آورد. این مطلب در آن مجلس رأی آورد، اما آن روز
جامعه مدرسین حوزه علمی قم برداشت نوشت که نمی شود کسی که نایب امام زمان است 10 سال نایب باشد و بعد نباشد. این معقول نیست. دوباره برگرداندند و این مطلب را از متنی که قرار بود متن تمامی شود حذف کردند. امروز اگر قرار است پیش برویم، اگر قرار است به همین شکل میانه هم بماند اما معتدل و معقول شود، چاره‌ای جز این نیست که آن پیشنهاد دلسوزانه مورد عمل واقع شود. اگر هر فردی که احتمال بدهد امکان کنار رفتن دارد به گونه‌ای تصمیم می‌گیرد که بتواند نظر مردم را جلب کند. همه باید به مردم پاسخگو باشند. اگر ما نهادهای غیر پاسخگو داشته باشیم یعنی استبداد را پذیرفته‌ایم. استبداد معنایش پاسخگو نبودن در قبال مردم است. پاسخگو بودن یعنی نهادی باشد که از شما بپرسد و شما موظف باشید جواب بدهید. در قانون علالقاعده مجلس خبرگان چنین وظیفه‌ای دارد، اما با همان نوبه‌چینی مجلسی ساختند که آنها توان پرسشگری را ندارند. اگر فردی هم پیدا شود یک پرسش بسیار نرم هم مطرح بکند، می‌بینیم با اون چگونه برخورد می‌کنند. می‌گویند که مشروعیت مجلس خبرگان به رهبری است، نه برعکس. در حالی که قانونا مشروعیت رهبری به خبرگان است، نه برعکس. فاصله از زمین تا آسمان است. این هم اجمالاً بخش دوم سخن من، یعنی تلقی سبز از انتخابات در اسلام است. بخش سوم و بخش آخر سخن. در انتخابات اخیر چه گذشت؟ آن چیزی که گذشت همه شما بهتر می‌دانید. من صرفاً به رؤوس برخی مطالب در ارتباط با این دو بخش اشاره کنم. رأی اکثریت و اقلیت در نتیجه انتخابات با هم عوض شد. مراد از تقلب این نیست که 10 رأی در این صندوق کم و زیاد شد. مراد این است که آن چیزی که اعلام شد با آنچه که در صندوق ها بود کاملا متفاوت است. اگر قرار بود این مطلب آزمون شود میباید تحت آرا مورد تصدیق قرار بگیرد. اون وقت معلوم شود و این تا یا آرا با یک خط نوشته شدن یا با خطوط مختلف و این احراز نشد. بنابراین مراد ما از این که رأی من کجاست، یعنی اصلا رأی من خوانده نشد. این که با آن سرعت و با شتاب نتیجه را اعلام کردن و نتیجه به شکل خطی پیش میرفت و هیچ آرای باطله هم تا اون 2/3 اولیه اعلام نتایج مشاهده نمیشد و در تمام صندوق‌ها هم یک نسبت ثابت رعایت میشد. این معجزه الهی بود. اما این معجزه مراد معجزه خداوند نبود، معجزه نمایندگان ادعایی خدایی زمین بود. این مطلبی است که ما در پی مواجهه با آن هستیم. نتیجه منطقه این مطلب این است که برگزار کنندگان انتخابات امین مردم ایران نیستند، چه وزارت کشور چه شورای نگهبان، و کسانی که از صندوق برآمده این انتخابات هم با شتاب حمایت کردند، اونها هم خودشان را به صف کسانی که امین مردم ایران نیستند واگذاشتند. این که قبل از اعلام نتیجه قانونی انتخابات مقام رهبری 3 بار بیاید و از این فرد حمایت بکند، در نظر مردم ایران کار کاملا ناشایستی بود، یک خطای استراتژیک بسیار بزرگ. و این اعتراضی که در ایران صورت گرفته، که واقع مردم میگویند ما را تحقیر کردیم، ما آمدیم رأی دادیم، رأی ما مثل ناموس ماست، ما میخواهیم کشورمان را آن گونه که خودمان میخواهیم اداره کنیم، به دست کسانی بسپاریم که ما آنها را میپسندیم، نه آنکه شما آن کسانی که شما میپسندید. در واقع امروز دعوای این دو نظریه با هم است. مردم میگویند ما میخواهیم کشورمان را این گونه اداره کنیم، مسئولان و ولی فقیه و دیگران میفرمایند که نه، شما میباید کشور را این گونه که ما میخواهیم اداره کنیم.